سلام به تمام شما هموطنان خوب. امیدوار هستیم که جور صحتمند و سرحال باشین. نکنه آزار ندیم. چطور هستین؟ خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ دوستای عزیز، بعضی از هموطنان ما گفته بود که قسم ولاگ بگیم، مثلا از شاپینگ لباس که میخریم دیگه. اون روز خوب فقط یک لباس عادی میخواستیم بگیریم و حال یک محفل داریم دیگه، میخوایم که یک لباس محفلی بگیریم. یکی چه قسم لباس خوش میکنیم و باز که مگم خواهرم بسیار زیاد جنجالی است، بسیار به حد جنجالی است و ببینیم دیگه که چی لباس خوش میکنن. تا آخر ولاگ با ما باشین. و در کجا هستیم؟ در صدر بازار، پشاور صدر بازار. اینجا خوشم نامد. خوشت نامد؟ خوشش نامد. شراره کم یاده؟ خب ما منتظر شراره هستیم که شراره را بیارن دیگه. اینجا مردم پاکستان لباس عروسیشون رو می باشه و ما افغانا دمی محفلات دیگه متوگان لباسای میخوایم که پر باشه، که مقبول باشه، یا فقط با عروسیشون قسم لباس انتخاب میکنن باشه یک دقیقه نشانتان میدم دیگه. این لباس عروسیشون است. ببینین دوستای عزیز، خوب است لباس عروسی. خواهرم میره خوش نکرد، ایره د عامی خوش نمیکنه دیگه. تو که د عروسی خود چی را خوش میکنه دیگه. قیمت څومره دی وروره؟ وقتی بیا ساند نه دم خامخ قیمت څو دی؟ دا د خپل قیمت 25 دی، بیا نیلامی قیمت لګوم. ها 25000 قیمت شه دوستای عزیز دیگه. نمیفهم که چقدر قیمت گران ندی دیر و یوم رنگ وایت سفید دیگه. ببینیم که خوش میکنه. دا ځان لالی کدی نه دی اخلی دی زناله ما ځان لغستی. نه دی ځان لخلی او ما ځان لغستی دی. من از افغانستان دوستای عزیز خواسته بودم رنگ فیروزه‌ای. باز ببینین دیگه در محفل که ما چی میپوشم. اینی هم یک جورگک از پاچوی کلان داره و اینه ده بیا کپڑه سم نده کنه. کپڑه سکلک کلک ده یک قسم شخ هسته دوستای عزیز. خب دماغ لباس ها خوش نکرد. تا باز میریم یک چند جای دیگر هم میگردیم، یک 3-4 دکان دیگر هم ببینیم که خوش میکنه یا نه. با ما باشین، جای نروید. شراره پرتوک شراره چی بی؟ خب دیگه اینجا ما هم لباس های کده میریم دوستای عزیز. شما هم ببینید که قسم لباس ها چطور است. مردم پاکستان خیر ایره با عروسان میگیرن و مردم افغانستان میتونن که در محفل استفاده کنه، از پیشش یوز کنه. ببینیم که جوار گروف کی چه قسم است. نه स्टाइल څنګه پکاره التا زینو کې چی خو دیو دا پونو کې چې پونو کې چی خو دیو هغه ډېر هیوی دی کنه، لکه ډک دی. هغه یادې کنه ډک وی ډک دی کار دی. یوم مقبول است خونه میفونه خواهرم خوش نمیکنه و مرا خوی نگاه خوش آمد. ببینین مقبول است. این زیاد مقبول است. که میرازی؟ دور که مخوان نکوزه دیزیم. این پسرها چقدر خوب است نه دوستای عزیز که یک میرن تکه میگیرن به خیاط میتن قد اندامشان میگیره گپ خلاص. میگم دختر خانوما دیگه بگرد پشت دیزاین، پشت تکه و پشت همین هر چیزش آلگه هیچ پیدا نمیشه دوستای عزیز. بدلش که چی باید بگیریم. شما هم منتظر باشین ببینیم که آخرش چی را خوش میکنم، که خوب یا خراب. او خسته ده کنم بس بالاخره دم خوش شد دوستانم. ای خوش آمد دیگه. ایره گرفت میگه در خانه ببره یا گوتو کنم، گرچه بسیار زیاد قیمت گفت خو خیر میارزه، مقبول است. دا بل بیک واړه و ولی خجاغه بو لګی بیا خادم خسته ده کنه. ویدیو کې بدرنګ را او موقع دوستای عزیز دا ویدیو بدرنگ آمد. مگم اوتوش خراب شده او والا دیگه رنگای دیگه شما از خب خواهر میرنگ بسیار خوش کرد. گفت رنگ لباس نپوشیدیم و این رنگ میگیرم.
دیگه ما هم گفتم سعیس الان چیزی را که تو دوست داری اون امور رنگ بگی بده. این رنگای مختلف داره دوستای عزیز. برادر ما چه خوب سعی داره. آی توبه. دیگه اونو طرف هم دیگه لباس هست خدا بین همگیشان این مقبول بود. دیده قیمت چقدر دیره اورا؟ قیمت هم 22,000. خا 22,000 مطلب 22,000. بله دیگه 22,000 خماس پیش نمیکنیم 1-2,000 مرات میکنه 20,000 گفتیمش مقبول است. باید طرف ببینید که چی حال از دوستای عزیز. خب دوستای عزیز قسمی که دیدین شما دولاک لباس خوش کردیم گرفتیم تمام صدر بازار ما یک جایش هم نمان به خاطر که خواهرم بسیار زیاد دلخور است از او خاطر و بسیار زیاد گشتیم مانده و زلق است. ما هم دمیجا پای ما قرار دراز کردم تو مسجد نمیرم یا دمی دکان خوش میکنی یا دیگه هم خانه میرم از پیشت بالاخره مجبور شد دیگه اینمی لباس خوش کرد و منم خوشم آمد خوشیشم خوش آمد خوشیشم کتش است. باز خوشو هستن شیشک و جنگره بازشان مگم ماشاءالله خوب است. خوشوی خواهرم بسیار زن مهربان زن خوب. تعریف کنم در لندی میگه بس که دیگه ما تعریفشم میکنم یا تعریف من نکو باز نظر میشم خاصه رو پیش داره که ما 6000 کنه 2000 باپو که مون تو مراد که ظلم دوستای عزیز 20,000 میارزه. خب کتما باشین جای نروین یک جوری دیگه شما مونده اورم میخرم. خب همتن گلم قسمی که شما دیدین دیگه لباس خوش کردیم خواهرم گروه چبلیش مونده و یگون چیز دیگه مونده که قدر دلخور است نمیفهم چرا باش که یک مجور کنم دیگه ببینیم که چبلی چه خوش میکنه و اینجا هم دیگه آمدیم چبلی فروشی و چبلی بسیار مقبول داره که هیچ رو خوش نمیکنه نمیفهم. خیر به هر صورت دیره هم منتظر باشین ببینین اولاکه که چبلی چه خوش میکنه و در پیش سر ما تمام دستکول پرس مانده دیگه اکا میره که در مفل درست کنیم اینه دیگه اینجا چبلی فروشی است. اینی هم سرپایگه که پخش و او طرفش هم دیگه خب بلند و اینی هم دیگه از بیککای دسکولکای خورد که دیگه آن مفلی ها یگان تلفون یاره کس میماننی خوبش است. و اینی هم دیگه سرپایی چبلی بلند قدر ماشاءالله بیره باره از هیچ برسان نکن بازار. خب اینجا هم دیگه آمدیم دوغ فروشی که واقعا دوغ بسیار مزه‌دار خوشمزه و اینجا ناخونهایش ببین و دوغ نوشیدیم رفتیم سیمساری اونجا هم یگان چیزی خریدیم همراه ما باشیم. خب دوستای عزیز آمدیم اینجا یگان سیمساری یگان چیزی بگیریم و لبسینه که ما استفاده کردیم بسیار مقبول خوبش بود نگه ایره که ما بخواد خریدم گروه ببینیم که چطور است خوبش است مقبول میگه و دیگه خواهرمون بعد از یگان چیزی میگیره کار داره که چی کار داره دیگه اون میفهمه کارش. من خسته شدم دیگه چند دقیقه پیشینه بکنم. خب همتن عزیز خریداری ما خلاص شد تا آمدیم که اینجا نان بخوریم و یا غذای افغانی چی میگن دیگه اینجا رستوران افغانی از صدر بازار. اگه شما هم دوست دارین بیاین نوش جان کنین و ما قابلی و کباب فرمایش دادم. اگه شما هم دوست دارین نوش جان کنین پس بیاین به خوردنش دیدن چه قسم مزه می. خب ما ببینم چک کنم که مزهش چطور است. مزه خوب است بد نیست. همتن عزیز این بود دولاک امروزی خریداری که به شما تقدیم کردم. امیدوار هستم خوش شما آمده باشه. تا دولاک بعدی شما رو به خداوند میسپارم. هر جایی که هستم خوش خندان باشین و ها یکی از دوستا گفته بود که هر وقت اما قسم یک دولاک به ما بگی یعنی از خریداری دیگه امروز هم خرید کردیم و ندیدیم که و هرم چه چیزهای خرید و امیدوار هستم خوش شما آمده باشه. چنل من سابسکرایب کنین لایک کنین و نظریاتتان همراه من شریک بسازین. تا دولاک بعدی خداوند یار نگهدارتان.